قبل از همه برای دعوت جانب تاجیکستان شروع در کنفرانس بین المللی سطح بلند آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 اظهار تشکر میکنیم که دعوتنامه به جانب عراق پیشنهاد شد و ما از نام حکومت عراق در این چاره‌بینی اشتراک نمودیم و امیدواریم که عراق در رشد ساحه آب فعال است و ما آن را مشاهده نمودیم که جمهوری تاجیکستان خیلی شکوفان است، خیلی گل‌های زیاد دارد و خیلی طبیعتی زیبا دارد و ما از این خیلی خوشحال هستیم و از آن نمایشگاهی که امروز ما در اینجا اشتراک نموده تماشا کرده شدیم خیلی برای ما لذت بخش بود، برای ما خیلی پسند آمد. می‌بینیم که تاجیکستان در ساحه آب نیز خیلی رشد و تکامل یافته شده است و تشبس‌های خود را در جامعه بین‌المللی پیشنهاد می‌کند و از جانب جامعه بین‌المللی این تشبس‌ها دستگیری می‌یابند، بخصوص از جانب عراق و تشکر می‌کنیم از حکومت جمهوری تاجیکستان که ما را دعوت کردند و ما در این چاره‌بینی اشتراک نمودیم، فکر و اندیشه‌های خود را در رابطه با آب ابراز داشتیم و جمهوری عراق هم تشبس دارد، آن هم در ساحه آب است برای سالهای 2024-2028 و امیدوارم که جمهوری عراق در این سمت نیز موفق خواهد شد. یک جهان تشکر برای دعوت شما، بار دیگر سپاسگزارم.